درود بر شما. طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 8 ینور. رئیس شورای علمای تاجیکستان حکومت ایران را دیگر باره برای دعوت محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی به تهران تنقید کرد و این عمل را یک نوع پشتیبانی از تروریستان خواند. سید مکرم عبدالقادرزاده روز 8 ینور ضمن موعظه در مسجد مرکزی دوشنبه گفت دعوت و پذیرایی محیدین کبیری به یک کنفرانس اسلامی در تهران بیانگر آن است که ایران از رهبر حزب تروریستی حمایت می‌کند. مقامات ایران ماه دکبر محیدین کبیری را به همایش با نام وحدت اسلامی به تهران دعوت کردند و اعتراض دولت تاجیکستان را برانگیختند. دادستانی کشور ماه سپتامبر گذشته حزب نهضت اسلامی را سازمان دهنده عصیان خونین عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع نامید و فعالیتش را ممنوع کرد. بالا رفتن ارزش دلار سبب کاهش واردات مال و محصولات به تاجیکستان شده است و دیگر رفع مغازه و دکان‌ها در دوشنبه پایتخت مثل پیشتر پر نیست. از جمله در رودکی پلازا، یکی از مرکزهای بزرگ تجارتی دوشنبه، خبرنگاران رادیو آزادی بعضی از رف‌ها را نیمه خالی پیدا کردند، هرچند فروشندگان میگویند این وضع در بعضی از روزهای گذشته هم مقرری بود. از مرز 8 سامانی گذشتن قرب $1 و کم شدن ارز نقدی خارجی سبب شده است تاجران واردات مال را به تاجیکستان کمتر کنند. در 6 ماه گذشته سال 2015 به تاجیکستان با ارزش بیشتر از $2 میلیارد مال و محصولات وارد کردند که در مقایسه به همین دوره سال 2014 نیم میلیارد دلار کمتر است. عرضه دلار نقد از طرف بانک ملی تاجیکستان در ولایت سوخت صدها طلبکار را در نزد یکی از شعبه‌های بانکی در نزد بازار بزرگ پنجشنبه جمع آورد. مردم تلاش می‌کردند از دیگران پیشتر وارد بانک شوند و پول بگیرند و بنا به گزارشات در بین ازدحام یک زن از هوش رفته است. رهبر نمایندگی بانک ملی در خوجند گفت 3 روز باز است که بانک ملی با مداخله به بازار اسعار $300,000 در خوجند به فروش می‌گذارد. نماینده بانک ملی افزود از بس که بانک‌های روسیه که مهاجران تاجیک از طریق آنها به کشور پول می‌فرستند تا 12 ینور کار نمی‌کنند، انتقال پول به تاجیکستان کم شده است. به گفته او با شروع کار در بانک‌های روسیه قرب دلار پایین می‌آید و مبادله ارز در تاجیکستان آسان‌تر می‌شود. بنا به گزارش‌ها حکومت ترکیه عزم دارد از تابستان امسال با 89 کشور از جمله تاجیکستان روادید و یا ویزا به راه بیاندازد. رسانه‌های ترکیه از قول وزارت امور خارجه کشورشان نوشتند راه‌اندازی روادید یکی از طلب‌های اتحادیه اروپا است که ترکیه می‌خواهد به عضویت آن بپیوندد. یک سبب دیگری برای راه انداختن روادید پیشگیری از ورود مهاجران و پناهندگان بوده است که ترکیه را یک راه ترانزیتی برای سفر به کشورهای اروپایی ساختند. ترکیه سال 2007 نظام روادید با تاجیکستان را از بین برد و شهروندان تاجیکستان حق داشتند تا 1 ماه به روادید در ترکیه زندگی کنند. به گفته تاجران تاجیک راه‌اندازی روادید ممکن است کار آنها را مشکل و قیمت مال و کالایشان را بلندتر کند. تیم فوتبال بازان 22 ساله تاجیکستان به جام اتحاد 2016 که تقریباً 10 روز بعد در شهر سنت پتربورگ روسیه برگزار می شود آمادگی می بینند. تمرین ها در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه جریان دارد و رستم خوجایف مربی کلان دسته منتخب به رادیو آزادی گفت امیدوار است شاگردانش در بازی ها خوب هنرنمایی می کنند. 80% دسته سال گذشته جام اتحاد اشتراک کردند و بسیار اینا از تجربه بازی های جام اتحاد دارند و دسته با امسال بود به فکر من با قوتر شد. بازی های جام اتحاد روز 17 ینور شروع می شود و 23 ینور به پایان می رسد. و اخبار و ویدیوهای دیگر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.